به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی. آرزومندم که همه شما خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو راجع به سیستم تنفسی ماهی فعالیت عملی را اجرا می کنم. مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت: قیچی یا کارد، ماهی، تشت تسلیخ و دستکش. عمل تنفس که عبارت از گرفتن اکسیژن و دفع گاز کربن دی اکساید از بدن می باشد، در ماهی ها توسط برانشی ها صورت می گیرد. برانشی در ماهی ها در دو طرف سر ماهی قرار دارد. توسط یک پوشش استخوانی به نام اوپرکولوم پشت شده که همین اوپرکولوم برانشی را از صدمات محافظت می کنند. حال می خواهیم برانشی این ماهی را ببینیم. من از این قسمت قیچی می زنم. از این قسمت قیچی زدیم و برانشی را می بینیم. که این برانشی ها هستن. کاملا برانشی را جدا می کنم. برانشی یا گلز شامل چنگک های برانشی هست که این خارهایی که در اینجا وجود داره به نام چنگک های برانشی یا گل رکرز یاد میکنه که کمک میکنه تا ذرات بزرگ وارد برانشی نشود. بعد از چنگک های برانشی که است قوس برانشی وجود داره که قوس برانشی این ساختمان های قوسی شکلی که هست به نام قوس برانشی هست که به نام گلز آرشیز یاد میکنه. در هر طرف تعدادی از این قوس برانشی به 4 عدد میرسه: 1 2 3 و 4. بر روی قوس برانشی رشته ها و یا فلامنت ها وجود داره که همین فلامنت ها سطح بزرگ را برای تبادل گاز فراهم میکنه. فلامنت ها دارای ساختارهای کوچک و پرخونی است که به نام لاملاها یاد میشه. لاملاها دارای مویرک ها یا کپیلری هسته که تبادل گاز هم در آنجا صورت میگیره. مکانیزم تنفس در ماهی ها چگونه صورت میگیره؟ در ابتدا ماهی دهن خود باز میکنه، مقداری از آب به داخل دهن خود میکشه، سپس دهن خود بسته کرده و عضلات اطراف سر خود منقبض میکنه که این منقبض شدن عضلات باعث میشه که آب به سمت برانشی ها جهت داده شود. زمانی که آب به برانشی ها میرسد، طوری که قبلا هم دیدید که در برانشی ها ساختارهای فلامنت ها و لاملاها وجود داره که در لاملاها هم کپیلریز یا مویرک ها وجود داره که تبادل اکسیژن همچنان در کپیلریز صورت میگیره. به دلیل تفاوت غلظت اکسیژن موجود در آب و در خون، اکسیژن آب به شکل انتشار وارد خون میشه و همچنان جریان حرکت خون و آب کسته برعکس یکدیگر می باشد تا که حد اکثر اکسیژن موجود در آب کسته به خون انتقال پیدا کنه و سپس آبی که اکسیژنش گرفته شده از طریق اوپرکولوم به خارج دفع میشه. امیدوارم که فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.